به دنبال اشغال بینای تلویزیون دولتی پاکستان از طرف تظاهرگران ضد حکومتی، نخست وزیر نواز شریف با گنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد. روز 1 سپتامبر صدها نفر از این تظاهرگران به بینای PTV تلویزیون دولتی پاکستان در اسلام آباد وارد شدند و پخش برنامه‌های آن را برای مدت بازداشتند، اما بعدا نظامیان پاکستان تظاهرگران را از بینای تلویزیون به جنگ و جنجال بیرون کردند. چند هفته است که هزاران نفر در شهر اسلام آباد به رهبری عمران خان، سیاستمدار مخالف دولت و طاهر قدری یک روحانی شهرت طلب تظاهرات دارند و آنها می‌خواهند نواز شریف نخست وزیر پاکستان از مقامش برود. در این باره صحبت داشتم با داوود خطک، همکارم از رادیوی مشعل، بخش پاکستانی رادیوی آزادی. امروز در اسلام آباد چی گذشت؟ تحولات چگونه جریان گرفت؟ طرفداران دو حزب سیاسی، تحریک انصافی پاکستان با رهبری عمران خان و حزب تحریک عوامی طاهر قدری هنوز هم در خیابان‌های اسلام آباد هستند و علیه حکومت اعتراض دارند. طور شما می‌دانید بعضی از تظاهرگران به بینای تلویزیون دولتی پاکستان وارد شدند و برای مدت پخش برنامه‌های تلویزیون را متوقف کردند. بعد از این نیروهای ارتش تظاهرگران را از بینای تلویزیون بیرون راندند. از این رو باید بگویم که اوضاع در اسلام آباد هنوز هم جدی است. بر طبق گزارش‌ها روز 1 سپتامبر نواز شریف نخست وزیر با فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد. امکان دارد که در این مسئله دخالت ارتش قدرتمند پاکستان به بحران سیاسی بررسی شده باشد؟ خوشبختانه و یا بدبختانه این تمایل در پاکستان وجود دارد که هرگاه بحران سیاسی سر زد، هم حکومت و هم مخالفین سیاسی چشم به سوی ارتش می‌دوزند. این سبب نیز دارد چون ارتش پاکستان بسیار قدرتمند است و در امور سیاسی کشور نیز نقش دارد. نقش ارتش گاه بسیار آشکار و گاه پنهان است. در ملاقات نخست وزیر و فرمانده ارتش بناهن وضع امروزه سیاسی پاکستان بررسی شده است و ممکن است نخست وزیر از فرمانده ارتش خواسته باشد که در رفع تظاهرات و یا منع حرکت تظاهرگران به سوی بناهای حکومتی به مثل بنای پارلمان قرارگاه نخست وزیر کمک کند. بسیاری ها در پاکستان باور دارند که اگر ارتش به تظاهرگران و یا رهبران آنها اشاره کند که مردم از تظاهرات شما بیزار شدند و بس کنید، آنها به شک به حرف ارتش گوش میکنند و تظاهرات را خاتمه میدهند. و اگر نواز شریف نخست وزیر پاکستان طلب تظاهرگران را نپذیرد و استعفا ندهد، آنگاه چه خواهد شد؟ نواز شریف با آسانی از مقامش نمی رود، زیرا با اعتقاد مقامات حکومتی نخست وزیر منتخب پاکستان نباید زیر فشار چند هزار تظاهرگر استعفا بدهد. اگر نواز شریف از مقامش نرود، ممکن است تظاهرات برای مدت ادامه کند و اگر اوضاع در آینده از این هم بدتر شود، در آن صورت احتمال دارد که ارتش پاکستان نواز شریف را به استعفا مجبور کند و یا خودش آن را از حکومت برکنار نماید. تشکر. همکارم داوود خطک از رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی صحبت میکرد.